بیایم با هم بریم کنسرت، ولی دلیل نمیشه چون میخوایم بریم کنسرت بریم کلاس زبان. به خاطر همین آماده میشیم، اول میریم کلاس زبانمون، بعدش حرکت میکنیم به سمت بهترین تجربه زندگی من. شما به نظرتون کنسرت کی بود که اینقدر آدم اومده بود و ترافیک شده بود؟ توی عمرم اینقدر آدم یه جا ندیده بودم. ما نیم ساعت زودتر اومده بودیم تا جامون رو پیدا کنیم و مستقر شیم. با اینکه جامون خیلی دور بود، ولی واقعا روبروی خواننده بودیم و رس ساعت 8 رسید. ترجیح دادم صحبت نکنم تا حس و حال اونجا رو متوجه بشین. پس تا ولاگای بعدی بوس به کله هاتون.